تا حالا به این فکر کردید که رستم واقعاً وجود داشته یا فقط یک قهرمان افسانه‌ایه؟ امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از سوال‌های معروف و جذاب ادبیات فارسی. اینکه رستم یه شخصیت خیالی و ساخته ذهنه یا اینکه ریشه‌های واقعی توی تاریخ داره. رستم خب قهرمان شماره 1 شاهنامه است، سمبل دلاوری ایرانی‌ها بوده و هست و داستان‌هاش قرن‌هاست که تو فرهنگ عامه حضور داره. ولی سوال اینه که واقعا رستم کی بوده؟ آیا یه آدم بود یا فقط یک نماد؟ توی این ویدیو به شکل کاملی موضوع رو بررسی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که بفهمیم موقعیت این شخصیت در تاریخ و ادبیات فارسی چجوریه. درود، من سروش علی نژادم و اینجا کانال یوتیوبی بوکمارکیه، جایی که به دنیای ادبیات و کتاب و هر چیزی که بهش مربوطه می‌پردازیم. پس اگه به چنین موضوعاتی علاقه‌مند هستی حتما ما رو دنبال کن. رستم تو شاهنامه فقط یک قهرمان تمام و کمال نیست، یه آدمه با تمام ضعف و قدرت‌هاش. از همون اول با ماجرای تولد شروع میشه. زال و رودابه نمیتونستن بچه رو به دنیا بیارن تا اینکه سیمرغ راهی رو نشونشون میده. از اونجا انگار یه پیوند بین رستم و چیزهای ماورایی اساسا شکل میگیره. بعدش وقتی کیکاووس توی مازندران گیر میفته، کسی جز رستم نمیتونه کمکش کنه. اون میره میجنگه و نجاتش میده و از اونجا میشه ناجی ایران. هر موقع در واقع توی شاهنامه اوضاع خراب میشه رستم اونجا حضور داره. توی هفت‌خان هم همینطوره. هر مرحله یه چالش سخت داریم، از حیوانات درنده گرفته تا دیو و موقعیت‌های جادویی. ولی چیزی که جالبه اینه که فقط زورش نیست که نجاتش میده، بلکه هوش رستم هم موثره. رستم اهل فکر کردنه. یه نمونهش وقتی با سهراب روبرو میشه نمیدونه پسرشه ولی حس خیلی غریبی داره و اون نبرد همون جاییه که ما متوجه میشیم که حتی قوی ترین آدم ها هم میتونن اشتباه کنن و رستم جدای از اون بعد اسطوره‌ای یک بعد انسانی بسیار پررنگ هم داره. اما خب رستم میدونیم که تنها نیست، همیشه یک اسبی به اسم رخش همراهشه و میشه گفت تنها دوست واقعی و وفادار بهشه. باهاش جنگ میره، حرف میزنه و بدون اون رستم اجرای کامل نیست. این رابطهش با رخش نشون میده که چقدر وفاداری توی شاهنامه مهمه. از اون طرف قدرت‌های عجیب هم مثل حضور سیمرغ یا زنده موندنش تو نبردهای سخت باعث میشه همیشه یه مرز بین انسان بودن و اسطوره بودنش توی کتاب مشخص باشه توی شاهنامه. مثلا عمرش طولانیه، هیچکس تقریبا حریفش نمیشه، ولی آخر سر با یک نیرنگ و یک فریب کشته میشه توسط برادرش شغال. در واقع رستم قهرمانیه که یه پا توی واقعیت داره و یه پا توی افسانه و شاید هم به نظر من برای همینه که خیلی از خوانندگان شاهنامه میتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن. اما راجع به شواهد تاریخی و باستانشناسیش صحبت کنیم. اما جالبه بدونید که اسم رستم فقط توی شاهنامه نیست که اومده، توی خیلی از متن‌های قدیمی‌تر هم هست، مثل اوستا. و توی اوستا امیدوارم تلفظش رو درست بگم، رسع استم به این شکل در واقع میاد. ولی خب جالبه ما ریشه این کلمه رو هم بازش بکنیم. رسد به معنی عرابه است یا گردونه و استم هم از ایستادن، وایستادن، بیستن میاد و ترکیب معنایش میشه یه جورای استوارترین در عرابرانی یا قهرمانترین عرابران. یک چنین معنایی رو میده این اسم در ریشه خودش. ولی خب در فارسی میانه دیگه تبدیل میشه به رستم و یک فرسایش آوایی شکل میگیره و ما این رو دیگه به این شکل میشناسیم و تلفظش میکنیم. اما خب وقتی این توضیح رو میدم و میگم که در اوستا اومده، شاید یک تصور غلطی شکل بگیره که توی اوستا به معنی مستقیم در واقع رستم اومده، رستمی که در واقع در شاهنامه هست. اما در متون اوستا این یک صفت برای قهرمانان اساطیری که در واقع توی اون کتاب به کار میرفته. اسم یک شخص نیست، در واقع به شکل یک صفت به کار میره، نه یک اسم خاص. مثلا توی چند مورد توی یسنا اومده و این نشون میده که رستم و این کلمه ریشش بسیار قدیمی تر از در واقع شاهنامه فردوسیه. بعد از اون هم توی متون پهلوی میاد، یعنی قبل از اسلام اشاره هایی به پهلوانی از سیستان هست که ویژگی هاش خیلی شبیه رستمه. یعنی میتونیم بگیم رستم از ذهن یه شاعر یه جورایی بیرون نیامده، بلکه یه شخصیت قدیمی تر بوده که با گذر زمان تبدیل به اسطوره شده. برای مثال من یک مقاله رو چک میکردم که به ورژن مثلا قرن‌های 8 و 9 در واقع رستم میپرداخت. اونجا توضیح میده که سبک‌های تصویری و نقاشی‌های با محور رستم توی قرن‌های 8 و 9 میلادی وجود داشت، یعنی قبل از اصلا نوشته شدن شاهنامه، و این نشون میده که حدود 1 قرن 2 قرن این قبل از شاهنامه ما این رو داشتیم. یه سند خیلی جالب دیگه هم هست، یه سند خطی قدیمی به زبان سقدی از قرن 9 میلادی که الان در کتابخونه بریتانیا نگهداری میشه. این نوشته درباره ماجرایی که تو شاهنامه اصلا وجود نداره.
جایی که رستم و رخش یک گروه دیو رو فریب میدن و نابودش میکنن. یعنی داستان رستم قبل از فردوسی زنده بوده و روایت‌های متفاوتی ازش وجود داشته. از اون طرف توی شهر پنجکنت تاجیکستان که امیدوارم باز هم تو تلفظ اشتباه نکنم، یه سری نقاشی‌های دیواری پیدا شده که مربوط به همون دورانن و توش رستم و رخش در حال نبرد با دیوها دیده میشن. این یعنی حتی قبل از شاهنامه هم مردم اساساً تصور ذهنی و فرهنگی روشنی از این شخصیت داشتن، در حدی که حتی نقاشی ازش وجود داشته. و اون موقع هم حتی رخش یک اسب معمولی نبوده و همراهش بوده و بسیار قوی، باهوش و وفادار و چندین بار جون رستم رو هم نجات میده. مثلا تو خانه اول همون رخش بوده که اون شیر وحشی رو از پا در میاره. پس ما وقتی داریم از رستم حرف میزنیم، از این شخصیت حرف میزنیم که قرنها قبل از فردوسی توی ذهن مردم ایران و آسیای میانه زندگی میکرده. شاهنامه فقط اونو جاودانه کرد، ولی رستم خیلی قبلتر از اون هم وجود داشته. جای دیگه یه پژوهشگر فنلاندی به اسم یاکو همن آنتیلا توی مقالش بررسی میکنه که اسم رستم و ماجراهاش چطور از زبان فارسی میانه به متون عربی قبل از فردوسی منتقل شده. اون میگه ماجراهای رستم توی یه کتابی اومده به اسم خداینامه. این رو شاید شنیده باشید چون خیلی جاها به این اشاره شده. این کتاب یه جور تاریخ پادشاهان ایرانی قبل از اسلام بوده که به زبان فارسی میانه نوشته شده. اما خب بعد از حمله اعراب به عربی ترجمه میشه و بخش‌های از اون بعدها منبع فردوسی شد. توی خداینامه یا خداینامگ ماجرای رستم وجود داره و یه سری دیگه از پهلوانان معروف ایران مثل زال و سهراب هم حتی هستن و روایت‌های درباره اونا دیده میشه. هرچند خب نسخه کامل این کتاب از بین رفته، اما طبق گزارش منابع عربی و فارسی که بر پایه ترجمه یا روایت‌های خداینامه نوشته شده، فردوسی شاهنامه رو تا حد زیادی با الهام از همین داستان‌ها میدونن که در واقع فردوسی این رو سروده. طبق تحلیل آنتیلا، بعضی از مورخان عرب مثل طبری و حمزه اصفهانی هم از رستم اسم بردن، ولی نه به شکل حماسی شاهنامه، بیشتر به عنوان یک قهرمان تاریخی یا سردار ایرانی. در واقع اون مقاله نشون میده که قبل از فردوسی رستم یه چهره شناخته شده بین ایرانی‌ها و اعراب بوده، ولی روایت‌هاش خب به اون شکل افسانه‌ای و اسطوره‌ای نبوده و فردوسی در واقع اون رو تبدیل کرد به یک نماد فرهنگی، به چیزی که ما امروز میشناسیمش. نکته جالبی که اون محقق بهش اشاره میکنه اینه که خداینامه احتمالاً همون پلیه که بین تاریخ واقعی و اسطوره‌ای ایران قرار داره. یعنی رستم احتمالاً ریشه در واقعیت داشته، ولی وقتی وارد روایت‌های ادبی شد دیگه تبدیل شد به یک چهره نمادین از قدرت و مقاومت در فلات ایران. حالا اگه بریم سراغ منطقه سیستان، اونجا هم کلی رد پای تاریخی داریم. مثلا تو روایت‌های محلی از خاندان زال و رستم به عنوان پهلوان‌های بومی یاد میکنن. بعضی محقق‌ها میگن شاید یک فرمانده یا جنگجوی واقعی توی اون ناحیه بوده که بعدها داستان‌ها دورش ساخته شده. و در واقع سیستان اون موقع مرز ایران و هند باستان هم بوده، یعنی همیشه محل درگیری و قهرمانسازی بوده. یه نظریه هم هست که میگه رستم ممکنه بر اساس چند شخصیت واقعی شکل گرفته باشه، یعنی ترکیبی از سرداران اشکانی و ساسانی، چون تو منابع تاریخی اون دوره از جنگجوهای با ویژگی‌های خیلی شبیه رستم حرف زده میشه که قوی هیکلن، اهل زابلن، مدافع ایرانن. حتی بعضی از باستانشناسا تو محوطه‌های باستانی نزدیک زابل نقش‌هایی پیدا کردن که مردانی با زره و اسب بزرگ نشون میدن، شبیه دقیقاً توصیف‌های شاهنامه. البته خب اینو بگم هیچ سند قطعی وجود نداره که بگیم این آدم دقیقاً همون کاراکتر رستم در شاهنامه است. اما خب رستم دیگه امروز یک جایگاه اسطوره‌ای داره، یعنی صرفاً ما با یک شخصیت تاریخی معمولی روبرو نیستیم و یک شخصیت اسطوره‌ایه و اسطوره هم همونطور که میدونید داستانیه که لزوماً واقعی نیست، ولی یک حقیقت عمیق‌تری رو تلاش میکنه که نشون بده. شاید اگه مقایسهش بکنیم با تاریخ باید بگیم که خب تاریخ دنبال اینه که بگه چی شد، اما اسطوره دنبال اینه که بگه چرا این اتفاق افتاد. اسطوره و حماسه بیشتر داستان‌هایی هستند که یه ملت برای توضیح دادن باورها و هویت خودش ساخته، معمولاً با نمادها و بزرگنمایی‌های عجیب و غریب همراهه. اسطوره‌ها ریشه توی خیال، اعتقاد و فرهنگ دارن و معمولاً نقش آموزشی یا الهام بخش گرفتن دارن، نه اثبات وقایع تاریخی. حماسه هم دقیقاً یک شکلی از روایت قهرمانان است. پر از آرمانه، مثل همین ماجرای رستم. رستم دقیقاً تو همین نقطه قرار داره، یعنی فقط یه جنگجو نیست، یک نماد نیروی مقاومت، غیرت، عشق به سرزمین و وطن. و تو هر نبردش یه چیز فراتر از جنگ وجود داره. مثلا وقتی با دیو سپید می‌جنگه، اون صرفاً یک جنگ با موجود خیالی نیست، داره تاریکی رو کنار میزنه. نبردهاش در واقع استعاره از مبارزه انسان با سرنوشتن. و خب نکته جالب درباره رستم اینه که شاخصه‌های
در واقع ویژگی‌های انسانی هم داره، مثل غرور، دلسوزی، حتی خیلی جاها اشتباه میکنه مثل انسان‌های عادی. و به نظر من همینه که این کاراکتر رو ملموس کرده و باعث شده که در واقع در طول تاریخ ادامه پیدا بکنه. یک شرقشناس معروف دیگه هم هست که آلمانی، تئودور نولدکه، که توی تحقیقش درباره تاریخ شاهنامه اون هم معتقده که در واقع رستم ریشه توی شخصیت‌های واقعی داره و جنگجویانی از سمت شرق، مخصوصاً ناحیه سیستان. این محقق معتقد بود که فردوسی فقط اون روایت‌ها و داستان‌های قدیمی رو جمع آوری و منظم کرده، نه اینکه خودش اونها رو ساخته باشه. بعد از اون آرتور کریستیانسن، ایرانشناس دانمارکی، یه قدم جلوتر میره و میگه که رستم در واقع یک قهرمان محلیه که از نسل خاندان زال بوده، ولی با گذشت زمان تبدیل شده به یه اسطوره ملی. کریستیانسن توی کتاب افسانه‌های ایرانیان توضیح میده که شخصیت رستم ترکیبی از چند قهرمان تاریخی که ویژگی‌هاشون با هم ترکیب شده تا یه نماد واحد از قدرت و شجاعت ایرانی بسازه. از طرف دیگه پژوهشگرای ایرانی هم دیدگاه جالبی دارن، مثل ذبیح‌الله صفا که معتقد رستم بازتاب روح جمعی مردم ایرانه، در واقع نیروی مقاومتی که در برابر تهاجم‌های تاریخی و این سختی‌هایی که بوده ایستادگی کرده. یا از طرفی جلال خالقی مطلق، محقق معاصر شاهنامه، هم تأکید میکنه که فردوسی قصد نداشته اسطوره بسازه، بلکه میخواسته تاریخ و فرهنگ ایران پیش از اسلام رو از دل روایت‌های مردمی بیرون بکشه. یعنی رستم یه شخص واقعی ممکنه نبوده باشه، ولی خب ریشه در حافظه تاریخی مردم ایران داره. در واقع شما نتیجه همه این تحقیقات رو که میذارید کنار، به یک چیز میرسید: رستم یه چهره تاریخی صرف نیست و یه خیال محض نیست. اون یه ترکیبه از قهرمان‌های واقعی، روایت‌های محلی و باورهای اسطوره‌ای مردم ایران. اما خب حالا اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، به نظر میاد که رستم یک مرز بین واقعیت و افسانه است. شاید به عنوان یک آدم تاریخی دقیقاً وجود نداشته، ولی از دل تاریخ و حافظه مردم به وجود اومده. یعنی ترکیبی از پهلوان‌های واقعی، باورهای قدیمی و رؤیاهای یک ملت. اون نماد چیزیه که مردم همیشه انگار بهش نیاز داشتن. اونم میشه گفت مثلا قدرت، وفاداری و امیده. و همین که تونسته بمونه بعد این همه سال نشون داده که فردوسی موفق بوده توی تبدیل این روایت‌های محلی به یک اسطوره. ممنونم که همراه من بودید. اگه از این مدل ویدیوها خوشتون میاد و میخواید درباره در واقع اسطوره‌ها و قهرمان‌های ایرانی بیشتر بدونید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، چون احتمال بسیار زیاد ما ویدیوهای بعدی هم از این دست خواهیم داشت. تا ویدیوی بعدی.